دادستانی ناحیه ترسونزاده علیه متخصص تشخیصگاه شعبه امور داخلی همین ناحیه برای تشخیص بر دروغ دادن در نسبت سبب مرگ دختری نابالغ با ماده 351 کدکس جنایی تاجیکستان پرونده باز نموده است. در خلاصه های اولیه خادمان تشخیصگاه، حادثه مرگ دختری نابالغ در روز 2 فوریه یک خودکشی ارزیابی و ظاهرا تلاش بسته شدن پرونده کرده شد، اما بعد دخالت دادستانی کل پرونده از روی ماده کشتار باز و تحقیق شروع گردید. جسد دختری نابالغ روز 4 فوریه در یک میدان کشت با نشانه های تجاوز به ناموس و 12 زخمی کار و آتش زده شدن آشکار شد. میرزا شریف شریفزاده سرپرکرور شهر ترسونزاده روز 6 مارس به رادیو آزادی گفت نام کارمند تشخیصگاه جنایی فعلا به خاطر خلل نرسیدن به جریان تفتیشات پنهان داشته می شود. میرزا شریف شریفزاده افزود در روزهای نزدیک تحقیق پرونده کشتار دختری نابالغ پره به انجام میرسد و به دادگاه ناحیه برای محاکمه ارسال می شود. قتل وحشیانه دختری 16 ساله در تاریخ 2 فوریه امسال بعد 2 هفته رخ دادنش از زبان دادستانی کل یوسف رحمان در منبر مجلس ملی همچون نمونه جنایت نورسان رسانه‌ای شد. قانون‌های تاجیکستان پخش اسم و نسب نابالغان گمانبر در جنایت را در مطبوعات منع می‌کنند. تفتیشات پیشکی معین کرده است که رابطه عاشقانه دختری 16 ساله با خواننده صنف 11 یک مکتب محلی باعث ایجاد اختلاف در بین این نورسان شده است. گمانبر در کشتار پسر بچه‌ای بود است که در یک مکتب با دختر قربانی تحصیل می‌کرد. پافشاری دختر به خانه‌دار شوی به این پسر باعث مناقشه و مرگ فاجعه‌ای او شده است.